به نام خدا این جانب محمد امین ترینیاب ملقب به انفورید به دلیل اینکه پشت مردم کشورم در اومدم و از درد مردم و جامعه خوندم هیچ معذرت خواهی نخواهم کرد و نمی کنم و همچنان به کارم ادامه خواهم داد. مگه چه گناهی کردن جز این که خوندن از درد مردم؟ چرا باید معذرت خواهی کنن؟ چون که زدن حرف حق و کجای دنیا حق دارن نه که فیلم بگیرن شخصیتشو خورد کنن بذارن تو پیج خودش بعد به سایبری و بگن فیلم ها رو دست به دست کن. مگه چه گناهی کردیم ماها؟ نمیشیم تسلیم ماها. اینقدر نکن تفسیر چاقال، نکنه ما هم وصلیم دادا. شاید یه روزی دور از جون منم بگیرن ببرن، فیلم بگیرن، تو فیلم شخصیتم و خودم رو بگیرن بزنن، رسانه ها پول بدن همون فیلم ها رو بگیرن بخرن. اما حرف من نیم فیلمه، این که معذرت های زوری نی باشه بگیرید بزنید طوری نی. اما اینجا ایرانه، چرا فکر کردید داخل خودتونم خودی نی؟ طرف حرفم با مردمه، الان نی وقت مسخره کردن. الان باید پشت هم باشیم دقیقا همونجا که رپرامون رو مسحکه کردن. مسحکه کردن. این معذرت خواهیه که ازشون میبینید حرف واقعیشون نی، حرف واقعیشون رو قبلا زدن، درست مثل من.